الله بحر را برای موسی علیه السلام از بین نبرد، بلکه راه خشکی را در میان آن برای او گشاد. الله خرما را به دست مریم علیه السلام نفرستاند، بلکه بر وی الهام داد تا تنه نخل را این خرما را بجنباند. الله طوفان نوح علیه السلام را دور نکرد، بلکه به او امر فرمود که کشتی بسازد. الله آتش را از ابراهیم علیه السلام خاموش نکرد، بلکه آن را بر او سرد و امن قرار داد. الله غم را از دل مادر موسی علیه السلام دور نکرد، بلکه قلبش را با وعده خود مستحکم ساخت. الله تشنگی حاجر را نگرفت، بلکه چشمه زمزم را از زیر پای طفلش جاری کرد. الله ظالمی را از یوسف علیه السلام دور نکرد، بلکه او را صاحب و حاکم گنجینه های زمین قرار داد. الله سبحانه و تعالی بر ما وعده نداده است که راه آسان خواهد بود، ولی وعده داده است که الله با ما خواهد بود. هر تنگی، هر انتظار، هر تأخیر و هر خاموشی در اصل آمادگی برای خیر بزرگتری هست و این همان تعبیر الهی است برای هر چیزی از آن بهتری که به ما خواهد آمد، که ما منتظر آن خواهیم بود. پس هر کس و هر کی کارش را به الله واگذارد، الله بر او بیشتر و بیشتر از آن چیزی که عطا می کند که آرزو دارد خواهد داد. نترس، اگر مجبور شوی از نو آغاز کن، شاید داستان نوی تو زیباتر باشد، زیرا الله هیچ چیزی را از تو نمیگیرد مگر آنکه بهتر از آن برای تو خواهد داد. والعاقبة للمتقين و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است.